خواهش میکنیم از مسئولین، دشمن اگر تقاضای سکوت و صبر کرد صبر نکنید، پا داده نابودش بکنید، دیگه نگذارید بلند شه. و الا شما اگر انتقام رهبری رو از این دشمن زبون نگیرید، اگر این نبرد رو عاشورایی پیش نبرید، خدا شاهد امنیت رهبران بعدی ما مورد مخاطره قرار خواهد گرفت. اگر گفتن آتش بس قبول نکنید، بزنید. حرف شما یک کلمه باشه، حتی بیشتر از سوگواری، حرف شما اگر یک پارچه انتقام باشه، خدا شاهد دشمن حساب خواهد برد. من کاری به رفتار مسئولین ندارم، امیدوارم مسئولین امنیت مسئولان کشور رو با انتقام فراهم بکنن، ولی اینقدر با شکوه میلیون ها نفر در تشییع فقط یک کلمه بگن: انتقام.